حالا میریم سراغ جای دیگه ای که بیشتر نتورک را باش مشکل دارن. در واقع همون دعوت و پراسپکت کردنه. خب تکنیک های دعوت کردن و پراسپکت کردن. خیلی هم میان میگن پتمن چطور این کار انجام میدی؟ واقعا یه روش خاصی ندارم. هیچ کتابی نیست که بگه چطوری کسی رو دعوت کنیم، چون متغیره. سنگ بنای اصلی شماره 4 هنر دعوت کردن و پراسپکت کردن. هنر دعوت و پراسپکت کردن. خب دو دسته کاملا متفاوت از هم. خب بیاین اول راجع به هنر دعوت کردن حرف بزنید. شما قراره کسی رو دعوت کنید، قرار نیست که همه اطلاعات رو در اختیارش بذارید. به خاطر همینه که اسمشو میذاریم دعوت. بریم توی دیکشنری نگاه کنید، دعوت رو ببینید، یعنی دعوت کردن. هیچ وقت ننوشته صحبت طولانی با کسی درباره اطلاعات غیر ضروری و بعد دعوت کردن. متوجهین؟ گرفتین چی گفتم؟ خب دعوت کردنه. من دعوت کردن در نتورک مارکتینگ رو به دو دسته تقسیمش میکنم. یکی دعوت حرفه‌ای و یکی دعوت غیر حرفه‌ای. ببین چه دنیای حرفه‌ای به وجود آوردم. دعوت حرفه‌ای و دعوت غیر حرفه‌ای. خب من گاهی وقت خیلی هیجان زده میشم. دعوت غیر حرفه‌ای اینه: سلام، همین الان بیا اینجا، یه چیز هیجان انگیز برات دارم. خب اینو به کی میگین؟ مثلا برادرتون. برادر باور نکردن اینجا رو که دارم میگم که چی شده، یه اتفاق فوق العاده افتاده، همین الان باید بیا اینجا، بیا دیگه زود فقط. خب این چیزیه که خب من داشتم با داداشم واقعا اینطوری حرف میزدم. ساعتی نمیدونست چی میگم، خیال کرد واسهش زن پیدا کردم. خب متوجه این؟ اوکی؟ روش غیر حرفه‌ای و خیلی اتفاقی. هی بیا اینجا، میخوام یه چیزی بهت بگم. چرا ازت نمیپرسه چیه؟ MLNه؟ چون به آدمی میگین که هر هفته همینطوری باهاش حرف میزنین. خب پس موقع دعوت کردن وحشت نکنید. از دعوت کردن نترسین. وقتی از دعوت کردن وحشت زده میشین که فهرست اسامیتون همش 6 نفر داشته باشه. متوجهی؟ اگه فهرستتون 6 نفری باشه گوشی رو اینطوری میگیرین دستتون. الو خط میزه، الو خط میزه. ولی اگه 150 تا اسم داشته باشین، خب چی میشه؟ گوشی رو برمیدارین، میگین هی بیا بریم قهوه بخوریم. یه چیز خیلی مهم است که میخوام بهت بگم. چیه؟ خب گوش کن، باید رو در رو بهت بگم. خب سلام، پتمنم من. آقای ماناری لطفا. سلام، من پتمنم. دارم یه پروژه بزرگ رو شروع میکنم همین الان. یه پروژه فوق‌العاده است. راستش دارم میگردم دنبال یه 2-3 نفری که نقش کلیدی داشته باشن که توی این کار بهم کمک بکنن. خب مانالی، میتونم قول هر چیزی که بخوای بهت بدم. خب بشین و ببین چی کار میکنی. خب اگه خوشت اومد میریم سراغ بقیه مذاکرات. میفهمین؟ این روش حرفه‌ایه. خب البته شما روش مالزیایی هم دارین. ای مانی منیا. کانتاوت. پرمونل میگم. خب الان دارم اینو بهتون میگم که مهم نیست که چقدر اینا رو به مردم یاد بدم که چطور دعوت بکنن. اونا همیشه کار خودشونو میکنن. الو سلام، یه پروژه خیلی کاری دارم، 2 نفر لازم دارم. نه قول میدم. بله MLN. شما نمیتونید. میدونین چرا؟ چون موضع درست به خودتون نگرفتین. وقتی دارین تلفنی دعوت میکنین، یعنی سنگ بنای شماره 4، باید موضع درستی داشته باشین. کی بیشتر به کی احتیاج داره؟ این شمایی.
خوشتیپی؟ لبخند میزنی؟ اوکی؟ اعتماد به نفس داری؟ و یه فرصت کاری باور نکردنی پیدا کردی و قرار کلی پول به جیب بزنی و اون وقت داری زنگ میزنی به یه آدم نچندان خوش قیافه، ورشکسته، رقت انگیز، خاکی، دوچار روزمرگی، میره سر کار برمیگرده، میره سر کار برمیگرده، میره سر کار، ناراحت. حالا کی به کی احتیاج داره؟ طرف خوش اقبال بوده که بهش زنگ زدم. خب زنگ میزنم به مردم میگم سلام، من یه فرصت شغلی بی‌نظیر پیدا کردم، یک تجارت 100% الکترونیکی، خب تحت پوشش یک کمپانی چند میلیارد دلاری. اوکی؟ و اولین اسمی که به ذهنم اومد اسم تو بود. میشه یه قهوه با هم بخوریم؟ چی میفروشن؟ گوش کن، تو بیا سر قهوه همه جزئیاتشو بهت میدم. نه من اول باید بدونم. میگی خب فکر کردم تو دلت میخواد باشی اما انگار که نمیخوای. جرینگ. و قول میدم بهتون زنگ میزنه. خب ولی شما این کارو نمیکنی. شما این کارو با نزدیکا نمیکنی. به نزدیکا چجوری میگین؟ هی ماندلا ها 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 هی هو ها ها. بعد میرین پیش بالا سرتون رو میگین همه کارا انجام دادم. خب شمایی که توی خونه این یادتون باشه چی گفتم؟ روش حرفه‌ای، روش غیر حرفه‌ای. در واقع مقدار اطلاعاتی که پای تلفن به طرف میدین خیلی مهمه. هرچی کمتر بهتر، هرچی بیشتر بشه خوب نیست. البته اوکیه، کاملا بستگی به این داره که با چی مواجه میشین. بعضیا پای تلفن میگن میشه بیشتر دربارش بگی؟ خب در واقع الان من حق مشاوره دارم، میتونم یه نتورک فعال مصرف کننده چند طرفه راه بندازم. خب الان حق دارم به هر جای دنیا سفر بکنم، تنها میتونم اما دنبال چند تا شریک میگردم. میشه یه قهوه بخوریم؟ دارم جدی بهتون میگم، اینطوری من دعوت میکنم. خب میتونین گوشی رو بردارین بگین گوش کن علاقه داری حق انحصاری یه تجارت رو توی کشورت داشته باشی؟ خب با یه سیستم تلکامیونیکیشن که الان حق انحصاریش دست منه. خب دعوت کردن باید کوتاه و شیرین باشه. خب اگه ویدئوی قدیمی رو ببینید، وقتی که به طرف میگین و طرف قبول میکنه باشه میام، همیشه جای انتخاب بذارین. روانشناسی انسانیه. متوجهین؟ خب بگین چه روزی خوبه همو ببینیم، چهارشنبه یا جمعه؟ بهش نگین خب کی میخوای همدیگه رو ببینیم؟ دوشنبه خوبه نه، سه‌شنبه خوبه نه، چهارشنبه خوبه نه، پنجشنبه خوبه نه، جمعه خوبه نه، شنبه خوبه نه، یکشنبه خوبه نه، هفته بعد خوبه. همیشه یه گزینه بدین. من گزینه میدم، میگم چهارشنبه یا پنجشنبه، چون این دوتا روز وقت دارم. و اگه یه دفعه بگه، اگه من بگم چهارشنبه یا جمعه، اون بگه پنجشنبه، قبول نکنید اصلا. اینجوری موضعتون رو از دست میدین. بگین متاسفم باید واسه هفته بعد برنامه‌ریزی کنیم، این هفته وقتم پره. اوکی؟ یک شنبه بهت زنگ می‌زنم. موضعتون رو حفظ کنید. ببخشید باید ظاهرا هفته بعد قرار بذاریم. ظاهرا باید واسه هفته بعد برنامه‌ریزی کنیم باشه؟ یک شنبه بهتون زنگ می‌زنم. به نفر بعدی لیستتون زنگ بزنید. میفهمین؟ خب دعوت مفهوم خیلی خیلی قدرتمندیه. خب فرهنگ‌های مختلف رفتارهای مختلف داره. تو مالزی 11 شب میتونیم کسی زنگ بزنیم. تو انگلیس نهایت تا 7 شب میتونی زنگ بزنی و بعد اون دیگه نمیتونی. خب آمریکا اصلا زنگ نزنید. خب چون احتمالاً منشی تلفنیشون جواب میده. سیستم آمریکا اینطوریه. متوجهین؟ خب نمیگم آمریکا از تلفن و اس ام اس و اینجور چیزا استفاده نمیکنه. آها الان به لطف تکنولوژی بعد از 6 سال همه دارن با اس ام اس دعوت میکنن. راه حل پیدا کردم. سلام، دنبال 2 تا شریکم. یه موقعیت تجاری فوق العاده، یه متن از پیش تهیه شده و واسه 150 نفر میفرستینش. خب سلام، بذاریم بوی قهوه رو حس کنید. باشه
SMS جواب نمیده. به طرف زنگ بزنید. میشه براش پیغام فرستاد. میشه با حرف بزنم؟ یه موضوع مهمه. لطفاً بهم زنگ بزن. این حرفه‌ایه. متوجهین؟ آها، پس دعوت کردن تلفنی انجام میشه. گاهی هم به حالت فیس تو فیس انجام میشه. آدم‌ها رو جاهای مختلف ملاقات میکنین، نمیخواین هر تا شده اونا رو بکشین طرف تجارتتون. ای چی کار میکنین؟ سلام، خیلی وقت ندیدمت. اوضاع چطوره؟ کارت همون قبلی است؟ متوجهین؟ خب دیگه چه خبر؟ اوضاع کاری چطور؟ اوضاع کاری این اواخر فوق‌العاده است. هنوز سر همون کارم، ولی یه کاری واسه خودم پیدا کردم. فوق‌العاده است. دارم با یه کمپانی هنگ کنگی کار میکنم. خیلی هیجان داره. آهان راستی خیلی خوب شد که امروز دیدمت. ما سه‌شنبه یکی از جلسه جمعیمون رو داریم. خب چند تا از چهره‌های مهم بین المللی هم میان تا تجربه های تجاریشون رو با ما شریک بشن. خب تو هم میتونی بیای؟ نه راستش سه‌شنبه جشن عروسی مادر بزرگمه و من واقعا گربه هم اسهال گرفته و باید ببرمش دکتر و یه هفته پیشش بمونم. مراقب. خب شما تو بده، یه زنگ بهت میزنم. موزه. زود باش، گوشیتو بردار. بالا سریم گفتی یکی دیگر رو بیارم. مگه تو نه بیچاره میشه؟ بیا دیگه. این کار رو به هیچ وجه نکنید. خب میدونین مشکل شما چیه؟ همین که ناامید میشید خراب میکنید. متوجهی؟ درست لحظه ای که کاری رو از روی یأس انجام بدین، اون موقع شکست میخورین. همیشه باید موزتون رو حفظ بکنین. خب پس دعوت کردن همون حفظ موزه است. گوش میدین؟ خب حالا بخش دوم سنگ بناگستی 4 هنر پراسپکت کردنه. خب که اونو در مقیاس جدید تعمیمش دادم به قانون شماره 2. اوکی؟ ویدیو رو بگیرید جزئیات بیشتر بدونید. قانون شماره 2 میگه که فهرست اسامیتون خب دائم باید رشد کنه. نمیشه که راکت بمونه. باید هر ماه 10% رشد داشته باشه. حالا این کارو چطور میکنین؟ با پراسپکت کردن. پراسپکت کردن یعنی برین بیرون و آدمای جدیدی پیدا کنین که میشه به فهرستتون اضافه کنین، نه اینکه برین و پلان رو نشون بدین. خیلیا این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن. میگن حتما داریم پراسپکت میکنیم و بعد میگن پلان رو نشون دادیم. من پیش خودم میگم پراسپکت نشون دادم، پلان نه. انگار یه جورایی با هم قاطی شدن. متوجه این؟ خب پراسپکت کردن یعنی برین بیرون و دنبال پراسپکت بگردین و اونا رو به لیستتون اضافه کنین. خب نشون دادن پلن یه چیز دیگه است که مرحله بعد به اون میرسیم. خب پس سنگ بنای اصلی 4 هنر دعوت کردن، کوتاه و مختصره. خب روش حرفه‌ای و روش غیر حرفه‌ای. فهرست داغ، گرم و سرد شما. روش شما بسته به اون تغییر میکنه. خب روش جدید به محصول برمیگرده. شما با محصول میتونین به دعوت نزدیک و سراغ دعوت کردن آدمای تازه برین. این برای من خیلی موثر بوده. خب حالا پراسپکت کردن یعنی حالا شما یه نتورکر هستین. دیگه خونه دار نیستین، مهندس نیستین، دکتر نیستین، نویسنده نیستین، کارگر نیستین و هرچی، هیچی. الان فقط یه نتورکرین. اینطوری نیست که بگی تمام وقته، این نیم وقته، یا مثل بانکدارا که بگین تمام وقته و این نیمه وقت. حالا شما یه نتورکر تمام وقتین. نتورکینگ حالا چیه؟ حرف زدن با خب در حال حاضر فقط انسان ها هستن. پس هنر پراسپکت کردن یعنی وقتی در حال تعامل با جامعه هستی، خب باید با پراسپکت های تازه برگردی خونه. ساده است. چه وقتی با جامعه تعامل داری؟ به محض اینکه پاتو از در خونه میذاری بیرون. همین که پاتو از خونه میذاری بیرون توی جامعه هستی. قبل از نتورکینگ اینو نادیده میگیری. ای عمو چطوری؟ خوشحالم میبینمت. نه اسمی نه تلفنی. متوجهین؟ برین مغازه یه تلفن بخرین با 2000 تا حافظه، اونا رو بذارین توی فهرست پراسپکتتون. قراره برین دیدن دکتر، تنبلیتون میاد برین سر کار، پس حداقل شماره تلفن دکتر رو بگیرین. متوجهین؟ هنر پراسپکت کردن یعنی اینکه رادارهاتون همیشه روشن باشه.
در نتورکینگ در اینترنت درست بعد از اون که کلمه پروسیدو و آی اگری رو میزنین، درست میگم؟ کلمه اکسپتو، پروسید، آی اگری و اکسپتو، دوباره و دوباره و این کارو میکنید، یعنی شما رسما رادارتون رو راه انداختین و پراسپکت ها رو شناسایی میکنین. شوخی نمیکنم، شما نمیبینیدش اما من میبینم. پس همین که یه نفر میشینه و ثبت نام میکنه رادارش روشنه. خب این یعنی این که قبلا وقتی میرفتین مهمونی، قبل از اینکه نتورکر بشین، تو مهمونی چیکار میکردین؟ هیچی، راه میرفتین، میخوردین و مردم میدیدین و برمیگشتین خونه. خب مسئولیت اجتماعی. ولی حالا وقتی میرین یه مهمونی، یه نتورکر هستین. اسمت چیه؟ باند، جیمز باند. میفهمین منظورمو؟ پس میرین مهمونی و در حالی که راه میرین اطرافتونم نگاه میکنین. خب فقط مرموز و مشکوک نرین مهمونی. نرین مهمونی اینطوری نگاه کنین. این کارا نکنین وگرنه به هیچ مهمونی دیگه دعوت نمیشین. وقتی مهمونی میرین آروم باشین. آروم باشین. مثل جان تراولتا. موزتون رو حفظ کنین. اوکی؟ راه برین و رادارتون رو روشن کنین. و به کارش بندازین. یکی اونجا تنها وایساده. خب حالا به طرفش حرکت میکنین. خب و اگه اون یه خانومه، موزتون رو حفظ کنین. اینطوری نرین سمتش. نه ترسونیدش. اینطوری اون میگه ببخشید عقب میکشه. با ظاهر آروم راه برین و فهرست دسرها رو نگاه کنین و خیلی آروم بگین سلام. خب مثلا مراسم نامزدی عروس و دوماده. البته اگه نامزدی باشه دیگه عروس دوماد نیستن. خب مراسم نامزدی یه زوج تازه است. میرین و میگین سلام، من دوست آلبرتم. اونم میگه سلام، منم دوست استلام. خب حالا چی کارا میکنین؟ اول بپرسید اسمتون چیه. خب شکیرا، سلام، منم پتمنم. خب چی کار میکنی؟ خب من آواز میخونم و کنسرت میذارم. تو چی کار میکنی؟ منم مشغول تجارت خودمم. درست؟ من نماینده یه تجارت الکترونیکی بین المللی ام. کارت ویزیتمون رو مبادله میکنیم و بعد من میگم که میشه چهارشنبه همون ببینیم یه قهوه بخوریم. از ملاقاتتون خوشحال شدم. همینه، تمام چیزی که میخواستین همینه. یه تیکه مقوای مربعی بودش به اسم شکیرا پتمن تیراجا با تلفنش. و شماره تلفنشو شب که میرین خونه اصلا بلا فاصله منگنش نکنین به لیستتون. خیلی این کارو میکنن. منگنه پشت سر هم منگنه میکنن. این کارو نکنین، بنویسیدشون، شماره و اسمشون رو به لیست اضافه کنین. گوش میدین؟ خب تو اتوبوس نشستین، تو قطار نشستین، بگین سلام. انسان که قانون چرت و پرتی دارن که هیچ جا هم ننوشتنش که توی آسانسور نباید حرف بزنی. من وقتی میرم توی آسانسور راجع به هر چیزی که بشه حرف میزنم. همه برای نگاه میکنم و حرف میزنم. وقتی هیچ کسی چی نمیگه میگم هی داره میره بالا. این بهترین سوالیه که میشه یکی پرسید. وقتی آسانسور داره میره بالا، خب داره میره بالا دیگه. من میپرسم خانم داره میره بالا؟ میگه بله. کجا کار میکنی؟ من طبقه 18 هم کار میکنم. منم طبقه 7 تجاری کار میکنم. اسم شرکتتون چیه؟ تو شرکت خدمات اینترنت و جدی میگی؟ من میخوام یه کاری واسه سیستم دفترم بکنین. کارت ویزیت دارین؟ خوبه، میگم به یکی از دخترم بهتون زنگ بزنه و ترتیبی قرار بدیم. خیلی ممنون. برمیگردم مینویسمش تو لیست. این پراسپکت کردنه.
ذهنتون باید باز باشه. هر کسی رو که میبینین، با هر کسی که تماس میگیرین، میتونه به صورت بالقوه یه بازار فروش فوق‌العاده براتون باز بکنه. ممکنه بالقوه ترین لیدر نتورک شما بتونه باشه. هیچ وقت دست کم نگیری. خب اینا رو دیدین، تیپ زنای خانه‌دار، خب تیپ مشاورای مدیریت خانواده، خب اینا رو هم دست کم نگیرید و اینجوری راحت بگذارین. همین زن ممکنه قوی ترین عضو نتورک شما بشه. پس هر روزی که دارین از بافت جامعه عبور میکنین، خب و کارت اسم و تلفن جمع نمیکنین، دارین در واقع استعدادهای بالقوه‌ای مثل ساتی سیناترا رو از دست میدین. کوماجی و آرون جورج و از این جور آدم رو، از این جور آدم که تا حالا بهترین لیدرهای دنیا بودن. میدونید دیوید شارما رو دست چپ و ساتی رو دست راستتون دارید. خب این فوق‌العاده است. میفهمین؟ اما اگه کارت اسم افراد نگیرین، این فرصت رو از دست میدین و شاید این فرصت دیگه به دستتون نیاد. پراسپکت کردن. چند تا حساب بانکی دارین شما؟ یکی؟ دوتا؟ باید 14 تا داشته باشین. حتی اگه پولی ندارین اشکالی نداره. میرین بانک و میگین ببخشید میخوام یه حساب بانکی باز کنم. خب آقا چقدر میخواین توی حسابتون پول بذارید؟ 500,000. اوه خواهش میکنم قربان بفرمایید از این طرف. اون که نمیدونه شما چقدر میخواین پول بذارین. درسته یا نه؟ بعد میرین میشینین که حساب باز بکنین و میبینین که همه کارت ویزیتا اونجاست. و قبل اینکه خانم مشتری برگرده همه کارتا رو جمع میکنید و میذارید توی جیبتون. میخواین همین فردا یه مرسدس بخرین؟ البته همه میخوان یه مرسدس داشته باشن. این یه طرز فکر نتورکره. این رویای شماست. البته اگه رویا داشته باشین. آخرین باری که نمایشگاه مرسدس رفتین کی بوده؟ همین فردا برید نمایشگاه مرسدس. بپرسین ببخشید آقا دنبال یه سیاه کم میگردم. اوه بله داریم قربان. بنفش باشه با خالهای زرد. متاسفم آقا ما از این رنگ نداریم. ندارین؟ اشکال نداره. حالا میشه کارتتون رو به من بدین؟ خب شما باید تمام مدت کارت جمع کنین و ضمناً شما تقاضای یه مرسدس بنفش با خالهای زرد میکنین چون که نمیخواین بخرینش. اگه بگین سیاه میگن آره داریم همین الان میخرین. نه میزدی میرین. درست میگم؟ متوجه این چی میگم؟ خب هنر پراسپکت کردن سنگ بناگستی شماره 4 ضروریه. خب دعوت کردن، پراسپکت کردن، دعوت و پراسپکت. اوکی؟ خب حالا وقتی دعوت میکنین قانون طلایی اون به شما بیشتر از شما به اون احتیاج داره. وقتی پراسپکت میکنین همیشه به یاد داشته باشین نهایتا هدف شما گرفتن نام و شماره تماسه. همین. بلافاصله فردا بهش زنگ نزنید. 3-4 روز بعد بهش زنگ بزنید بگید فقط زنگ زدید که سلامی بکنید. براش ایمیل بزنید، SMS بفرستید. بعد 4-5 روز یه SMS دیگه. بعد میتونین دعوتش کنین پلنو ببینه. اشتباهی که خیلی‌ها میکنن اینه که کسی رو پراسپکت میکنن بعد بلافاصله بهش زنگ میزنن میگن من دیروز باهات صحبت کردم سلام دارم فلان کارو میکنم میخوام بهتشون بدم بعد زندگی تو عوض میخوام بکنم ساعت 8 بود بیا اینجا زود باش. اوکی نمیشه. غلطه. به نظر من اشتباهه. واقعا من فکر میکنم غلط باشه. من وقتی کسی رو پراسپکت میکنم قبل از اینکه برم و پلان رو نشون بدم سعی میکنم یه پل‌های کوچکی بینمون درست کنم. متوجهین؟ و یادتون باشه شما 150 تا اسم دارین و سنگ برای شماره 4 مرتبط با قانون شماره 2 که میگه فهرست اسامیتون باید در ماه 10% رشد داشته باشه. یعنی 150 تا اسمتون باید 15 تا زیاد بشه.